سلام بچه‌ها، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز به پیشنهاد خودتون یه لوازم تحریر میخوام نشونتون بدم که این اولین ویدیویی که توی یوتیوب دارم میذارم، یعنی توی اینستا فعالیت داشتم توی یوتیوبه که میخوام لوازم تحریر رو بهتون نشون بدم که تازه خریدم و بعضیشون اورجینال هم فقط زیر 100 تومن هستن. که اولیش بچه‌ها این چیزی که گفتم، این پیج که زدم، اکانتی که زدم کلا در مورد لوازم آرایشیه و یکیش کلا در مورد لوازم تحریر. امیدوارم که دوست داشته باشید. اول چیزی که گرفتم یه تراژه که شبیه قطاره، بعد از اینجاش باز کنی اینجور میتونی آشغالاشو در بیاری. از این برم تراج میشه که میتونی آشغالاشو هم بعدش در بیاری. بعد چیزی که خریدم یه دونه از ایناست که خیلی به درد میخوره، یعنی خیلی خوبه، واسه چسبم داره که اینا فکر کنم چیزاش بهتره، هایلایتریاش خیلی قشنگ‌تر و بهترم هستش. اینا برای کتاب خیلی استفاده میشه که میتونید همیشه برای کتاباتون از این استفاده کنید که خیلی هم کاربردیه. بعد آیتم دفترمه که دونه دفتر الساهاناست که خالم برام گرفته، وگرنه من اصلا تمام الساهانا نیست، تمام هری پاتر و لبوبوه. که این یه دونه از دفتری که خودم درستش کردم که تم هری پاتره که پشتش هم این شکلیه. و آیتم بعدی دفتر دیگه تر هری پاتر که این روزنامه‌هایی که در مورد هری پاتر بودنه که دو طرفش رو هم چسبوندم و دفترم هستش. بعدی پوشمه که دوباره هری پاتره، پوشم خیلی گوگل و جینگولیه. بعدی دفترم هم دوباره هری پاتر که اینا همه خودم درست کردم. آموزش هم اگه خواستید بهتون میگم. اینا هم کلا دوباره دفترهای هری پاتر. و آیتم بعدی دفتر نقاشیه که طرح لبوبوه که دو طرف هست و طرح لبوبوه که توش هم ساده است. بچه من این نقاشی چرتی که توش کشیدم اینه که نقاشی افتضاحه، یعنی آره. بعد از همین لبوبو دفترچه‌شم گرفتم که توش این شکلیه. اگه بخوام بهتون نشون بدم توش اینجوریه، اینجوریه خیلی خوشگله. خب بعد چیزی جامه دادیمه که اگه میخواید داخلش هم براتون باز کنم که نشونتون بدم. این شکلی آیتماش اولین طبقه که اینم باز خودم درست کردم، البته رنگش کردم، مثلا چیزش نکردم. این خودکار فانتزیه که برای چیزه، خودکار جادویی فکر کنم میگفتن که میتونه پاک کنه. 3 تا همینجوری خودکار دارم، یه دونه اتود دارم، یه دونه مداده که بالاش پاک کن داره که طرح کرومیه که اینم پاک کنه طرح کرومی دارم و اینم پاک کنه ساده. حالا ببین طبقه پایینش. بچه اگه تا اینجای ویدیو لایک نکردید لطفا لایک کنید و منو دنبال کنید، خیلی دوستتون دارم. کامنتاتون رو حتما همشون میخونم. 2 تا ماجیک فسفوریه که نه هایلایتر هم بهش میگفتم بکنم، طرح سلناه که میدونم زیاد مارکاش مثلا اون همه چیز نیستن، نمیدونم دیگه همینجوری گرفتم چون ماجیک فسفوری زیاد برام مهم نیست شکلش. یه دونه از این خودکاره گرفتم که چند تاییه و سرمدادیش خیلی خوشگله. بعد اینجا یه دونه غلطگیر داریم که مثلا اینو اینجوری هم غلطگیرش که هم غلطگیره. بعد اینم نوک مدادیه. آره نوک مدادیه. خب از این که بگذاریم، خب حالا میریم سراغ آیتمای بعدی که توی کیپمه. باید درشون بیارم بچه‌ها. الان درشون میارم دونه دونه بهتون نشون میدم تا اینجای ویدیو. آیتم بعدی که همین امشب رفتم خریدمش، چیز تخت شاسی لبوبوه که خیلی خوشگله تختش، که حالا از نزدیکم بهتون نشونش میدم. اینجوریه که اگه بخوام این شکلیه که خیلی خوشگله، من خیلی دوستش دارم. لبوبوه، آره دیگه لبوبوه و خیلی کیوته. دیدم که هست کلاسورم که طرح هری پاتره که این ورم
رونو کشیدم، میرم هری پاتر رو کشیدم که اینم خودم درستش کردم. اگه دوست داری دستورالعملش رو نشون میدم. توشم که اینجوریه که بچه‌ها من اینو خودم درستش کردم. یه آیتم آخری که میخوام نه هنوز مونده یکم میخوام بهتون نشون بدم. قمقممه که همین امشب اینو خریدم که خیلی قشنگه. 80,000 تومان و خیلی هم قیمتش مناسب نیم داره و آره قیمتش واقعا مناسب بود. خب حالا میریم آیتم بعدی که اگه بخوام این ور بهتون نشون بدم. این یه خودکاره که جاش اینجوری بود، خیلی خوشم اومد خریدم. جاش اینجوریه که خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم، خیلی که خیلی باحاله. آره حالا آیتم‌های بعدی هم دیگه اینا میرسیم آیتم‌های آخر که یه دونه ماژیکه. آره گیره مداده کدوانو چه داریه. بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که فالوم کرده باشید. خدافظ.